اگه میخواید این مرغ شکمپر خوشمزه رو یاد بگیرید با من همراه باشید امروز. اینم مواد لازمه که تصویر نشون میدیم. ما مرغ شکمپر رو درست کنیم. مرغمون نباید 1.5 کیلو تا 1 کیلو 700 گرم باشه، کمتر نمیشه. من این مرغم رو شستم، کاملا خشکش میکنم با یه دستمال. گذاشتم آبشم رفت ولی کاملا مرغم رو خشک میکنم. بعدا میام مرغم رو مزه دار میکنم. اولین کاری که میکنیم با نمک مرغمون رو مزه دار میکنیم. داخل و شکم مرغ رو کاملا مزه دار میکنیم. وقتی مرغ رو مزه دار کنیم ما باید 24 ساعت داخل یخچال بذاریم، ولی اگه وقت نداشتیم 5 ساعت هم کافیه. پس من کاملا مرغ رو مزه دار که کردم با نمک. بعدا کمی داخل شکم مرغم پیاز میذارم، سیر اضافه میکنم، داخل شکم مرغم میذارم. حتما مرغتونم باید با پوست باشه. سیر و چیز ریختم، کمی هم فلفل میزنم، خیلی کم فلفل میزنم، فقط به اندازه‌ای که بوی مرغ رو بگیره. بعد زعفران میریزم، کاملا با زعفران ماساژش میدم همه قسمتش. آب لیمو یا پوست لیمو رو رنده میکنیم و همینجوری مرغمون رو ماساژ میدیم. یه مقدار کره زیر گوشتای مرغ و پوستاش هر جا آزاده میمانیم. اینجوری با دستمون ماساژ میدیم که زیر پوست مرغمون بره. بعد من میذارمش تو یخچال استراحت. ببینید من کره رو به همه قسمت رو میزنم، نگاه کنید بلند کردم، داخلش رو با دستم ماساژ میدم که تمام قسمت های مرغم مزه دار بشه. ببینید کره رو ببین مزه دار بشه. خب من روی یه نایلون میکشم و میذارم توی یخچال 24 ساعت استراحت میدم. اگه وقت نداشتید 5 ساعت هم کافیه. بعد مراحل بعدی رو نشون. الان پرتقال یا نارنج از شب قبل ما خیسش میکنیم با آب سرد، چند بار آبش رو عوض میکنیم. من اینجا آبش رو چند بار عوض کردم، از شب خیس کردم. میذارم 3 مرتبه جوش میکنه. وقتی که جوش اومد با آب سرد آبکش میکنم، دوباره آب و جوش میارم. این کارو 3 مرتبه تکرار میکنم. بعدا تو آب سرد میذارم تا تلخیش گرفته بشه. پیاز نگینیمون رو کمی روغن یا کره میریزیم، تفتش میدیم. پیاز رو میریزم تو ظرف. پوست پرتقالمون رو 3 بار جوشوندم، 1 ساعت 2 ساعت تو آب سرد گذاشتم. داخل این شهدی که درست کردم شکر و آب و کمی زعفران. بعد من اینو داخل این میریزم که شهد خلالامو شیرین بشه. خب زرشکم من داخل تابه میریزم، با کمی کره تفتش میدم. نصف قاشق من شکرم میریزم. بادام خیس کردنم داخل زرشک میریزم، 2 قاشق. کمی تفت میدم، کمی هم زعفران میریزم، خاموشش میکنم. خلال نارنج پرتقالمون رو میذاریم با این شهد تقریبا 10 دقیقه بپزه، بعد خاموش میکنم. خب من الان چند ساعت گذشتش، نایلون روش رو برمیدارم، مرغمو به این صورت شده. الان شروع میکنم مواد داخل شکم مرغم پر میکنم. بعد قشنگ کامل باید اینا همه دوخته بشه. بعد همه رو میدوزم. خب مواد داخل شکم مرغمون رو همه رو کامل در میاریم که با مواد دیگه پر کنیم. دیگه مزه‌دار شده، همه رو در میارم. خب من مواد داخل مرغ شکمپر رو قاطی میکنم. 1 قاشق برنج آبکش کردم.
1 قاشق کافیه، چون زیاد هم مواد بریزیم میترکه، بعدا مواد از توش خارج میشه. پیاز 1 تا 2 قاشق میریزم. زرشک و خلال بادومو که نشون دادم که درست کردنشو، تقریبا 2 قاشق میریزم. گردوی نگینی بسیار خوشمزه است مواد داخلش. گردوی نگینی، کمی پسته، خلال، اگرم نداشتید پسته و بادوم اشکال نداره. خلال پرتقال که اول خشکش بود که آموزششو دادم، بعدا اینو خلال پرتقالمون رو که درست کردیم ببینید خوش رنگ شده. 2 قاشق خلال پرتقال میریزیم، 2 تا 3 قاشق. این خیلی خوشمزهش میکنه مرغمون. کمی ادویه رو هم اضافه میکنیم، کمی نمک، کمی فلفل، پودر کاری، کمی آویشن، خیلی کم میریزم، با کمی تخم گشنیز، یه کوچولو هم زعفران میریزم. بعد همه رو با هم دیگه قاطی میکنم، داخل شکم مرغمون رو پر میکنیم. اگه دوست داشتید میتونید آلو هم بریزید، ولی من استفاده نمیکنم. سوزن و نخه که مخصوص فر هستش، سوزن هم گذاشتم توی آب جوش، قشنگ استریلیزش میکنم. قسمت هایی که پاره است شروع میکنم به دوختن، بعد موادم رو از این قسمت پر میکنم. اول اینا رو مرتب میکنم، تا جایی که میتونم میبندم همه قسمت رو. تو بگیر کامش. داخل شکم مرغ رو من کاملا پر میکنم. اگه موادتون زیاده همه رو نریزید. کافیه. من حالا شروع میکنم به دوختن بقیه مرغ. خب پاهاش هم میبندیم. بعد به این صورت پوشو میگیریم. خودش هم که به این صورت دیگه خراب می‌کنم که نمیشه. با این صورت کف یه قالب رو من کاغذ فویل گذاشتم، کمی چربش میکنم. من کف قالبم رو از پیازای خلالی، سیب زمینی پر میکنم که مرغ من نچسبه. بعد هر نیم ساعت من این مرغ فر رو در میارم قالب از فر، با زعفران و کره مزه دارشم میکنم. ولی بعد از 1 ساعت با سس درست که میکنم، سس رب و آب و با روغن درست که میکنم، یک بارم 1 ساعت بعد اونو کنارش میریزم. فر رو که از 1 رو قبل روشن کردیم با دمای 180 میذارم داخل فر. مرغ از طرف سینه‌اش میذاریم اینجا.
بعدا روش من یه دونه فویلم میکشم، چند تا سوراخ میکنم. بعد از یک ربع که فرم داغ شد میذارم داخل. یکم کره رو ما آب میکنیم، با زعفران قاطی میکنیم، مرتب روش رو هر نیم ساعت در میاریم از فر. ما میذاریم که تا طلایی بشه رویش. چند جاشم سوراخ میکنم با این که بخاراش خارج بشه. بعد داخل فری که از با 180 گرم شده به مدت 2 ساعت بشه، ولی بهتون نشون میدم باز مراحلشو. مرغ رو داخل فر بذاریم به مدت 1 ساعت. بعد از 1 ساعت دوباره یه بار دیگه من رمان کره و زعفران میزنم. کمی رب و کره رو با هم دیگه تفت میدیم. بعد کمی آب لیمو میریزیم حالت رقیق بشه. کره رو با رب تفت دادم، آب لیمو، کمی زعفران، کمی هم آب میریزیم. نیم ساعت آخر به مرغ شکمپرمون اضافه میکنیم. نیم ساعت آخر سس رقیق رو روش میریزیم، دور تا دورش میریزم. بعدا درش رو بر میدارم. بعد از نیم ساعت 5 دقیقه هم گریل رو روشن کاغذ فویل رو بر میدارم، میذارم نیم ساعت هم با رویش طلایی بشه. مرغ شکمپر ما آماده شد. من تو ظرف سرو میکشم. من موادی رو که تو شکم مرغ ریختم دارم کنارهای مرغ میذارم. از همه یه مقدار برداشتم دارم تزیین میکنم. مرغ شکمپر خوشمزه ما آماده شد. مرسی که همراه من بودید. ممنون از همه شما.